4 تا عمل در رمضان در کنار اعمال دیگه خیلی تأکید شده. 1 روزه رمضان، 2 قیام شبهای رمضان، روزه روز رمضان و قیام شبهای رمضان، 3 تلاوت قرآن و 4 انفاق، هم انفاق واجب که زکات هست و هم صدقه و هم هدایا، انفاق واجب و غیر واجب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من صام رمضان ایمانا و احتسابا، خوب دقت بکنید، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضانو به خاطر رضای خدا خالص ایمانا و احتسابا، به خاطر ایمانی که به خدا داره، و احتسابا و اجر و پاداششو نزد خدا حساب میکنه، به این 2 دلیل روزه بگیره. نه اینکه من روزه میگیرم به خاطر که چربی هام بسوزه، به خاطر که شکمم کوچکتر بشه، به خاطر که اندامم شیک بشه و ورزیده بشه، به خاطر که بیماری ازم دور بشه، سلامتی به بدنم بر بگرده. همه اینا جز فواید روزه است. اما اگر کسی به این نیت روزه بگیره شاملش نمیشه این حدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا. کسی که روزه بگیرد بر مقتضای ایمانش به رب العزت و الجلال و اجر و پاداشش هم نزد خدا حساب بکنه، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناههای گذشتهش پاک خواهد شد. اما گناههای کبیره در گذشته نیاز به توبه داره. هر گناهی که کبیره هست نیاز به توبه داره. یک کتابی هست که ذهبی نوشته، امام ذهبی، الکبائر، ترجمه به فارسی شده، 70 خورده گناه کبیره رو اونجا شمرده. این کتاب رو حتما تو خونه داشته باشید. خودتون و خانواده این کتاب رو باز بکنید، یکی بعد از دیگری گناههای کبیره رو شرح هم داده، بشمارید، بخونید، با خانواده بخونید. یه قلم هم دستتون بگیرید، یه دفتر، الشرک بالله اکبر الکبائر. تو زندگی خودت، تو اعتقاداتتون، تو باورهای خودت، خانمت، پدرت، مادرت، فرزندانت نگاه بکنید. اگر اعمال و اعتقادات شرکی نیست جلوش اونو خط بزنید، بنویسید الحمدلله، الحمدلله که در اعتقاد من و در توحید من خللی نیست و در باورهای من و یقین من خللی نیست، شرکیات نیست. همجور برو پایین تر، سحر، بزرگترین گناه بعد از شرک سحر، دخالت در امور خداوندی است. سحر، جادو، از غیب صحبت کردن، پیشگویی، کفبینی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر مسلمانی بره پیش کاهینی که از غیب میگه، از آینده میگه، کف نگاه میکنه، خبر از غیبیات میده و خوشش بیاد از کارش، کافر شده بر قرآنی که بر من نازل شده. امروز چقدر زیاد شده در جامعه اسلامی سحر و جادو و شعبده بازی و طلسم و ارتباط با جن و شیاطین و هر کسی با کسی مشکلی داره چه پولی میده به یک جادوگری که رابطه خوب و حسنه بندگان خدا رو به هم بزنن. ماه مبارک رمضان ماه خودتکانی از شرکیاته، از بدعت هاست، از خرافاته، از معصیته و توبه خالصانه به درگاه رب العزت و الجلاله.